ایران ما روی کمربند زلزله هستش، یعنی ازش انتظار میره که یه آیین‌نامه خیلی قوی داشته باشه و حتی در جاهایی همونطور که دکتر منعی هم فرمایش کردن یه جاهایی ما فراتر از آیین‌نامه بیسمون که حالا مثلا ASC7 یا آیین‌نامه‌های دیگه هست بریم. وقتشه که این کارهایی که توی دانشگاه انجام میشه اساتید و دانشجوهای ما زحمت میکشن به ثمر بشینه، یعنی به یه صورتی وصل بشن به کارهای آزمایشگاهی و تحقیقاتی دوستان. توی سال 1396 که حالا زلزله سرپل ذهاب هم داشتیم، ما 17,000 بار ایران ما لرزید. یعنی اینکه این یه زنگ خطره. ما وقتی توی نقش هم نگاه میکنیم این نوارها و نوار شمالی جاهایی هستن که تمرکز جمعیتی داریم. ما توی سال 1401 حالا من توی گزارش های مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران که نگاه می‌کردم از سال 1401 دیگه تقریبا بروز نشده آمار سالیانشون و گزارش سالیانشون و به صورت ماهانه دادن و ماهانهشون هم تا فکر کنم مهر ماه 1403 آپدیت شده. حالا یه سری مرور که کنیم، مثلا توی سال 1401 ما حدود 7,000 زمین لرزه ثبت شده و توی این نقشه که ما ببینیم در 12 ماه منتهی به اسفند 1402 این نقشه زمین لرزهایی است که ثبت شده و این نقاطی که پررنگ تر هستن بزرگای 5 و 6 به بالا، 4 و 5 به بالا داشتن و اینم توی گزارششون دیدم که خیلی از دوستان حتما میدونن که صفحه عربستان با راستای شمالی با آهنگی حدود 30 تا 40 میلیمتر در سال از جنوب فشار میاره. یعنی که این فشارها زمین ساز این زمین لرزه هایی هست که اکثر گسل های ما هم فشاری هستن و راندگی هستن و اینا میتونن در شهرهایی که نزدیک گسل ها هستن خدایی نکرده زلزله های بزرگی تولید کنن و زلزله های بزرگی رخ بده و باعث آسیب بشه. به این خاطر من عقیده دارم که آیین‌نامه یا استاندارد بارگذاری لرزه‌ای ما، بارگذاری جانبی ما باید خیلی قوی تر از این باشه. حالا به هر حال خیلی از کشورها از AC7 استفاده میکنن، اون رو بیس کارشون قرار میدن، ولی انتظار میره از کشور ما مثل کشورهای نیوزیلند و ژاپن، چین و کشورهایی که برای لرزه‌خیزی اونا شاید مشابه لرزه‌خیزی ما نباشه، زلزله‌های ما خیلی در عمق کم رخ میدن و این میتونه خیلی آسیب بیشتری داشته باشه. الان توی این دوتا نمودار که ما نگاه کنیم که منتهی به مهر 1403 و اسفند 1402 هستن، تنها شهری که زلزله نداشته در این 12 ماه زنجان بوده، مرکز استان، و خراسان رضوی، تهران، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، مازندران، حالا این چیزایی که من اینجا دارم میبینم، کرمانشاه که هنوز پس لرزه های زلزله سرپل ذهاب داره. برای من خودم کرمانشاهی هستم، خیلی با دقت اینو رصد میکنم و توی ازگله ما هنوز زمین لرزه داریم و پس لرزه هایی برای زلزله های کوچیک و بزرگ ثبت میشه. ایران تو نقشه که میبینیم، حالا من این نقشه رو از گوگل ارث گرفتم، یه لایه میاد روش، هرچی هم که سرچ کردم ببینم کی زحمت کشیده نتونستم به نتیجه برسم، ولی این برای خود پژوهشگاه هستش، نقشه‌ای که
ما از گسل‌های مهم کشورمون می‌بینیم. الان نقاط پرجمعیت ما تقریبا روی همین گسل‌ها هستن و انتظار میره که آیین‌نامه ما، میدونم دغدغه‌های خیلی هستش که آیین‌نامه ما قوی باشه، حتی تدوین کنندگان همین 2800 ویرایش 5 هم برای این دغدغه رو داشتن. حالا من میرسم تو اسلایدهای دیگه. در نوار شمالی ما مازندران میبینیم که جمعیت خیلی زیادی از همه شما رفتیم. 5 کیلومتر به 5 کیلومتر یه روستا هست، یه شهر هست و در البرز ما برحال و زاگرس ما که زاگرس نشینان به هر حال شاید فاصله بین شهرهاشون زیاد باشه، ولی عموماً جاهایی که شهرهای ما توی زاگرس و خیلی از مناطق کوهستانی قدیم ها می اومدن شهرها رو می ساختن، معمولا نزدیک آب بوده و دوستانی هم که زمین شناسی برای کار کردن و اطلاع دارن و به هر حال تحقیق کردن، جاهایی که شکست های گسلی ما داشتیم معمولا آب بیرون می اومده و به هر حال چشمه های اونجا بیرون می اومده که شهرها رو اونجا می ساختن. به هر حال میخوام به اینجا برسم که کشور ما باید خیلی قوی تر باشه. به هر حال توی آیین‌نامه الان توی استاندارد 2800 به هر حال یه کارهای خیلی خوبی شده، پیشرفت‌های خیلی خوبی بوده. دوستان تو جلسات قبلی خیلی ها رو مطرح کردن. به هر حال کاستی‌هایی هم هست که با نظر دوستان اساتید بزرگوار به هر حال کامنت‌هایی گذاشتن که انشالله ما در پایان این نظرخواهی به نتیجه خوبی برسیم و خوشحال بشیم از این که نظر اساتید ما اونجا تأثیر داشته. این نظرخواهی فقط در حد یه نظرخواهی نباشه، به هر حال تأثیری داشته باشه. اگه واقعا کامنت به جاییه که من تو خیلی از ارائه های دوستان دیدم، واقعا خیلی هاشون به جا هستن و اینکه تأثیرش رو ما ببینیم توی این به هر حال نسخه نهایی که از 2800 میخواد بیرون بیاد. من اومدم چند تا چیز رو بررسی کردم که واقعا یعنی ما اینو میبینیم که دغدغه دارن تدوین کنندگان، ما دوست دارن که به هر حال پیشرفتی بشه در استاندارد بارگذاری لرزه‌ای ما و اینکه خود اونها همینو میبینن، ولی اینکه اینها فقط از یه کد بیس باشه میتونه فراتر بره تو کشور ما. ما واقعا نیاز داریم که اگر یه سری مطالب از مثلا AAC7 یا یوروکد یا حالا استاندارد قوی بارگذاری لرزه‌ای از کشورهای دیگه میگیریم، یه چیزهایی هم بهش اضافه کنیم. فقط این نباشه که ما حتی مثلا گاهی دوستان به شوخی میگن مثلا دادن گوگل ترنسلیت کرده و اینجا آوردن. از این ما باید خیلی فراتر باشیم. واقعا از ما اساتید خیلی خوبی داریم، حتی در حد بین المللی در خیلی از استانداردها ازشون اسم برده میشه و میتونیم از اینها استفاده کنیم و از کارهای پژوهشی که انجام میدن، کارهای آزمایشگاهی که انجام میدن، از اینها میتونیم استفاده کنیم. به هر حال از این که ما از این طیف سمت راست به طیف سمت چپ رسیدیم، یعنی اینکه به هر حال اینا دغدغه‌ای داشتن، پیشرفت و نیاز به پیشرفت و دیدن و همونطور در سیستم‌های سازه‌ای وقتی که سیستم‌های سازه‌ای رو میان بررسی میکنن، سیستم‌های جدید و یا سیستم‌هایی که نیاز هست و یا اصلاحاتی توی ارتفاعات دادن، یه سری سیستم‌ها رو غیر مجاز کردن، یه سری دسته‌بندی‌ها برای طراحی‌های ساختمان انجام
قرار دادن. به هر حال اینا رو یعنی دغدغه‌هایی داشتن، ولی اینکه همه این دغدغه‌ها درست بوده، به هر حال دوستان اساتید یه سری کامنت ها گذاشتن که امیدواریم که این جوابهای سوالها و کامنت هایی که به حق گفته شده ما در نسخه نهایی ببینیم. تو مثلا روش های مقیاس که حالا دکتر منیعی هم زحمت کشیدن یه سری نکات رو گفتن، ما پیشرفت هایی داشتیم از اینکه توی تحلیل های غیر خطی از 3 تا رکورد و در جای مثلا گفته حالا اگه دوست داری 7 تا رکورد استفاده کن، بعد بیا بازتاب تو میانگین بگیر، به 11 رکورد در تحلیل های غیر خطی رسیده. به هر حال این پیشرفت ها رو دیدن. حالا اینکه ما فقط بیایم از بیس کدمون استفاده کنیم، این زیاد شاید خوشایند کشور ما نباشه، ولی این که بیایم یه سری چیزها هم که اونها در نسخه های جدیدشون هست کردن ما دوباره بیاریم، اون دیگه اون زیبا نیستش. به هر حال اونا بر اساس تحقیقات خودشون، حالا من میرسم به اونا، دکتر منیعی هم لطف کردم یه جاهایی اشاره کردن، اشاره به حق کردن. طبقه بندی زمین هم همینطور، ما برای توی این 4 طبقه بندی زمین گیر کرده بودیم و اینکه طبقه بندی زمین اومدن بیشترش کردن و اینکه یه سری جاها ما توی شمال داریم. دکتر پهلوی همیشه یادم سر کلاس در مورد شمع‌ها برای ساختمان‌های بلند میگفت که چقدر نیازه و چه تیپ خاک‌هایی توی شمال کشور داریم و اینا نیاز بود که ما خاک‌های نرم و متوسط به پایینمون هم ببینیم یه جاهایی، و این همون دغدغه هایی که اینا درک کردن. ولی اینکه به جا و درست باشه این خیلی مهمه و امیدوارم که با قول دکتر منیعی ما در آخر کار نتایج رو ببینیم و جواب یه سری سوالامون رو بگیریم. توی روش های مقیاس و انتخاب شتاب نگاشت ها من اومدم حالا برای متن‌های 2 ویرایش قبلی رو آوردم که دوستان به هر حال دوستان که کار عملکردی میکنن، تحلیل های غیر خطی میکنن، این صفحه رو خیلی دیدن. این که اینجا اومده گفته که ما حداقل 3 زوج شتاب نگاشت رو داشته باشیم. این 3 زوج شتاب نگاشت به هر حال از چند نسل قبل آیین‌نامه AC7 بوده و نیاز بود که 2800 ما خیلی زودتر بیاد این رو اصلاح کنه. به هر حال توی خود AC7 هم نوشته که نه 3 تا نه 7 تا و 11 تا. حالا من اون رو آوردم که ما به این نتیجه رسیدیم که 3 تا و 7 تا هم نمیتونن آمار خوبی بدن که ما بتونیم از نظر آماری بازتاب‌های درستی بگیریم و سازمون رو بر اساس اینها تحلیل کنیم و به هر حال یه ساختمونه، به هر حال جون انسانه و باید اینها رو در نظر بگیرم. و آیین‌نامه آمریکا به این نتیجه رسیده که 3 تا و 7 تا قابل قبول نیست و 11 تا زوج شتاب نگاش باید در نظر گرفته بشه که این پیشرفت خوبیه برای ما. در ویرایش 5 اومده باز جدا کرده اینی که حالا یکم همپوشانی بین مطالبی که من انتخاب کردم و دکتر منیعی بود و باز خوشحالم که نکاتی که به هر حال مهم بودن و امثال دکتر منیعی اینها رو دیدن باز منم دیدم. به هر حال من خوشحال می شدم که دکتر منیعی در مورد این صحبت می کردن که منم این نکات رو دیدم. و اینجا اومده در مورد انتخاب شتاب نگاش ها برای تحلیل های خطی که حداقل 3 زوج شتاب نگاشته. معمولا انسان، حالا
هر طوری که باشه معمولا راحت ترین رو انتخاب میکنه. من عقیده دارم که توی 2800 حالا اشاره میکنم توی یه سری جاها و بندها الزام بشه از اینکه حداقل و توصیه میشود و به هر حال یه سری کلمات ما داریم توی 2800 ناچیز باشه، محدود باشه، اینها صراحت رو نشون نمیده. به نظر من باید صراحتی باشه و انشالله که ما یه تفسیر خوب، یه کامنتری خوب برای 2800 داشته باشیم. خیلی کسایی داریم، اساتید بزرگوار که این کارو واقعا استاد هستن و میتونن جمع بشن و یه تفسیر خیلی قشنگ برای 2800 انشالله ما داشته باشیم. این که حالا شتاب نگاشت ها به چه صورت باشه، این که ما وضعیت سایتمون رو ببینیم، وضعیت خاکمون رو ببینیم. اگه نزدیک گسل باشه فاصله از گسل و جهتگیری گسل و اینها رو ما باید در انتخاب شتاب نگاشت هامون ببینیم. و اینکه حالا اینجا دکتر منیم در موردش صحبت کردم، حالا من در ادامه در موردش صحبت میکنم که بحث جهتگیری و پالس رایت بودن رو به صراحت ببینن. حالا روابط تجربی زیاد اینجا قشنگ نیست، این از همون واژه هایی که 2800 ما ازش استفاده میکنه. در روش خطی و اینطوری بگم در روش غیر خطی در ویرایش 4 ما برای مقیاس تفاوتی وجود نداشت عملا که ما بگیم این دوتا روش از هم منفک بودن. ما فقط در روش خطی می اومدیم بازتاب هامون رو بر اساس ضریب اهمیت و ضریب رفتار اصلاح می کردیم. تفاوتشون در این بود و این پیشرفت خیلی خوبه که ما در ویرایش 5 حالا با یه سری کامنت هایی هم که اساتید گذاشتن، ولی باز این پیشرفت خوبه که ما اومدیم این دوتا رو از هم منفک کردیم. در ویرایش 5 برای البته من بیام این رو یه توضیح بدم که چجوری بوده، چون در ادامه این بحث میخوام من ویرایش 5 توضیح بدم. اینی که ما اول می اومدیم شتاب نگاشت ها رو می اومدیم به 1G می رسوندیم و بعد اینکه به 1G رسوندیم می اومدیم توی نرم افزارهایی مثل سایسموس سیگنال یا حالا دوستانی که قبلا کار میکردن این نرم افزار رو من دیروزم خیلی فکر کردم اسمش یادم نیومد و این طیف پاسخ شتاب نگاش ها رو تولید میکرد قبل اینکه سایسموس سیگنال بیاد و دوستان و هموطنان خودمون اینو نوشته بودن، ولی خیلی فکر کردم، خیلی سرچ کردم، اسمشم یادم نیومد و پیدام نکردم. و بعد اینکه ما اومدیم اینها رو طیفشون رو برها تولید کردیم، حالا با هر نرم افزاری به روش جذر مجموع مربعات، همون استارسسی که میشناسیم، اینها رو با هم ترکیب کنیم که حالا دکتر منی به خوبی اشاره کردن این روش خوبی نیست. بعد هر دو شتاب نگاش رو چنان مقیاس کنیم که در محدوده سازگاری 0.2 تی تا 1.5 تی از 1.3 برابر مقدار متناظر طیف استانداردمون 10% کمتر نشه. خب این به هر حال خیلی ها تو این 10% و 1.3 باز اختلاف نظر داشتن و به هر حال توی این محدوده گفته که کمتر نشه. یه بند کوچیکم این پایین بود که من اون رو جدا کردم و در یه قسمت دیگه در موردش صحبت میکنم. بعد گفته ضریب مقیاسی که حالا از این قسمت ما به دست آوردیم، ضرب در این ضریب مقیاسی که از این به 1G رسوندن به دست آوردیم ضرب کنیم و در شتاب نگاشمون در تعریف در نرم افزار اعمال کنیم. حالا در
روش خطی ویرایش پنجم اومدن دوتا روش گفتن. روش انطباق طیفی هستش که توی AAC7 هم بهش اشاره شده و اینکه ما رکورد هامون رو طوری دستکاری کنیم به قول معروف که اینها نزدیک به طیف هدف ما باشن. حالا روش های مختلفی هست، به هر حال ضرایب مختلفیه، چند تا روش خود AAC7 اشاره کرده. یه سری فرکانس های بالا گذر پایین گذر میان، یه سری نویز ها اینا اعمال میکنن به شتاب نگاش و اینها تا حدی منطبق به طیف میکنن و در روش خطی اومده این عنوان شده، ولی انشالله در تفسیرش ما ببینیم که دقیقاً چه روشی برای انطباق طیفی استفاده کنیم. حالا در روش غیر خطی انطباق طیفیش، حالا اونجا من صحبت میکنم، به این صورت نیست که حالا بیس کد ما AAC7 اومده، حتی عکسش هم گذاشته، حالا دکتر معنی هم نشون دادن، دقیقاً منطبق بر طیف باشه، ولی اونجا اومده در موردش صحبت کرده که چه روش هایی میشه استفاده کرد. اینجا مالا محدوده سازگاری رو براش تعریف کرده که از 0.8 T1 تا 1.2 TU و اومده T1 رو تعریف کرده، گفته که اونجا که هر دو راستای ما به درصد مشارکت جرمی 90% برسن بهش میگیم، به اون پریود میگیم T1 و TU هم بزرگترین پریوده. حالا در هر دو راستای ما هر کدوم که بزرگتر بود و حالا یه سری شرایط هم برش در نظر گرفته که پی دلتا و میرایی 5% هم در نظر بگیریم و این که در هر امتداد در محدوده دوره تنابی ذکر شده نباید بیشتر از 10% بالاتر یا پایینتر از 1.15 برابر طیف تر باشه. این که 10% بالاتر و 10% پایینتر یعنی که دقیقا یه جوره منطبق بر طیفشه و اینکه روشی که دقیقا همین رو انجام بده ذکر بشه، به نظر من صراحتی داشته باشه یا پیشنهاد داده بشه. حالا یه روش های هانکوک هست و روش های دیگه که این بزرگواران اومدن پیشنهاد دادن برای انطباق طیفی. در روش مقیاس دامنم اومده گفته که محدوده سازگاریمون 1.5 TU و برابر با حد پایین کران پایینی که برش در نظر کمترین دو مقدار T1 اینجا دیگه بدون ضریبه و 0.2 TU. حالا اینا رو هر کدومش که کمتر بود تا کران بالاش که 1.5 TU هست و مقیاس دامنه هم که راحت ترین روشه، با چشم میتونیم ببینیم ضریب مقیاسمون رو انقدر بالا ببریم که بیفته بالای طیف. حالا اینجا دیگه چیزی هم براش توضیح نداده و باز این روش SRSS که دکتر منی هم به خوبی اشاره کردم. حالا اختلافی که در دو ویرایش ما داریم این که خیلی خوبه که حذف شده. در ویرایش 4 نوشته بود تحلیل سازه به صورت دو بعدی انجام می شود. حالا این دو بعدی بودن رو حالا کی تشخیص میده که من دو بعدی انجام بدم؟ باز خودش جای سوال داشت که من میتونم این سازه رو دو بعدی مثلا تحلیل دینامیکی کنم؟ به هر حال این اساتیدی که کار میکنن تحلیل حالا پشاوه رو دو بعدی انجام میدن، ولی تحلیل دینامیکی واقعا به نظر من اساتید بزرگ با تجربه خیلی زیاد باید تشخیص بدن که یه سازه‌ای که سه بعدی هست رو تحلیل دینامیکی دو بعدی انجام بدیم و این همون جایی که من گفتم یه بند کوچیک داشت که حذف شده بود که خیلی خوبه و در ویرایش 5 مدل سه بعدی به صراحت چند جا هم در اپندیکس های
2800 هم در متن خود 2800 اشاره شده به مدل سه‌بعدی و این پیشرفت خیلی به نظر من خوبه و جای تحسین داره. در ASC 7 حالا همین نکته‌ای که دکتر منی زحمت کشیدن اشاره کردن، چیزی در مورد مقیاس دامنه دیگه نگفته برای تحلیل‌های خطی و هر چی که اسم برده از انطباق طیفی بوده. حالا اینکه حالا محدودش هم حالا ما دقیقاً همونه ترجمه همین هستش، ولی ما اونجا دیگه توی ASC 722 ما چیزی دیگه به اسم مقیاس دامنه نداریم و اینجا من این تیکه پایینش هم توی این عکسی که گرفتم آوردم که ببینیم اینجا دیگه تمام شده، دیگه ادامه‌ای نداره در مورد تحلیل‌های خطی و در کامنتریش هم اومده اشاره کرده، گفته که همونطور که دکتر منی هم خیلی قشنگ توضیح دادن، این حالا من همون عکس هم آوردم، گفته که در مقیاس دامنه میتونه 2 تا رکورد 2 تا پاسخ متفاوت بده و این 2 تا پاسخ متفاوت زمانی که ما از 3 شتاب نگاش استفاده میکنیم و الزام شده به ما که اگه از 3 تا شتاب نگاش شما استفاده کردین حتما باید پیکشو بگیرین، بیشینه پاسخ‌ها رو در نظر بگیریم و معمولاً باز همونطور که دکتر منی به خوبی اشاره کردن، کسایی که تحلیل دینامیکی خطی انجام میدن دنبال طراحی هستند دیگه، دنبال طراحی عمل کردی نیستن، به عنوان یه روشی که مطمئن‌تر نسبت به استاتیکی معادل و حالا یه سری ایرادات تحلیل طیفی رو پوشش بده از این روش استفاده میکنن و به نظر من این جاش اینجا نیست و این انطباق طیفی رو باید داشته باشیم و روش مقیاس دامنه حذف بشه. این هم همون عکسیه که دکتر منی هم نشون دادن و این چیزی هم که توی استاندارد 2800 ما ویرایش جدید اومده که 10% پایین بالا نباشه میشه همین، ولی روشش رو به نظر من به صراحت حالا یا روش ها رو پیشنهاد بدن، انشالله در کامنتری ما اینا رو ببینیم. من توی همین قبل تعطیلات عید بود که 2800 ویرایش جدید منتشر شد. من برای این یکی از علایقم کار با نرم افزارها و زلزله، ما حالا شاید گرایشم سازه باشه ولی زلزله رو خیلی دوست داشتم و دوست دارم که این کارها رو انجام بدم. همینطوری نشستم گفتم بذارین که من اینو بیارمش توی حالا طیف راستای بیشینه، شاید یه کمی درکش برای خیلی از دوستان یکم سخت باشه. من خودم هم شاید یکم سخت بود ولی وقتی وارد به هر حال نوشتن این اکسل شدم خیلی دیدم بازتر شد. خیلی نرم افزار اولی که نوشته بودم واقعا یه سری ایرادات داشت که وقتی بیشتر کار کردم دیدم بهتر شد. برحال من اومدم به پیشنهاد دکتر سروقت مقدم، گفتن که شما بیاین تو ارائه‌تون اینها رو بالا با این نرم افزاری که نوشتین با این اکسلی که نوشتین اینا رو با هم مقایسه کنیم و من اومدم این روش ها رو با هم مقایسه کردم و طیف هایی هم که استفاده کردم برای خاک تیپ 2 و تهران در ویرایش قبلیمون و باز هم برای خاک تیپ 2 و باز شورت پریود و پریود 1 ثانیه باز هم برای تهران. حالا 2 تا طیف هم روی همدیگه انداختم. این سیاه مال ویرایش 4 و قرمز رنگی برای ویرایش 5 ماست و طیف هایی که من استفاده کردم توی مقایسه این 2 تا طیف هستن. زلزله‌ای که انتخاب کردم و اینجا یه
کامنتی هم بذاریم روی زلزله های کشورمون. ما برای توی کشورمون به قول دکتر منی ما یه آزمایشگاه میز لرزه داریم، زلزله های خوبی داریم، ولی هیچ کدوم از این زلزله ها در دسترس دانشجوها و پژوهشگرای ما نیستن. ما باید بریم بگردیم توی پیری که چندین سال آپدیت نشده که چند تا زلزله پیدا کنیم. برای من خیلی دانشجوها رو میبینم یکمی هم در تهیه رکوردها از برای شبکه لرزه‌نگاری کشور مشکل هست. باید معرفی نامه دانشگاه بری، خیلی به خاطر اون کارهای اداریش اصلا پشیمون میشن و میگردن توی دوستان و همکلاسی ها و هم دانشگاهی هاشون رکوردهایی که قبلا تهیه شده از کشور رو این رو برای تهیه کنن، حالا 3 تا 7 تا و یا حالا بیشتر، ولی ما اینو در دسترس نداریم. و من هم خیلی گشتم، من یه هارد داشتم توش خیلی از رکوردهای ایران رو داشتم، متاسفانه اون هاردم خراب شد و به جز این 3 تا بیشتر نداشتم و حالا همون حداقل اقدامات ویرایش 4 که 3 تا رکورد بوده رو من 3 تا رکورد انتخاب کردم و توی ویرایش 5 اومدم یه رکورد تبس رو تکرار کردم توی رکوردهای دیگه که این میانگینی هم که نرم افزار من حساب میکنه دقیقا مال همین 3 تا باشه و در همین 3 تا برای طیف راستایی بیشینه رو حساب بکنه. برای ویرایش 4 حالا تو اون اکسلی که نوشتم برای یکم اکسل امکانات بیشتری داره، برای ویرایش های مختلف و آینامه مختلف میشه استفاده کرد. من اومدم این رو به هر حال آوردم توی همون اکسلی که نوشتم و رکورد ها رو یه سری ضرایب مقیاس بهشون دادم و پریود TAU حد اکثر پریودم رو 1 گرفتم و TA1 رو هم 0.2 گرفتم که برای تمام این روش ها این ثابت باشه. در ویرایش 4 و 5 هم من برای ضریب رفتار و ضریب اهمیت رو 1 گرفتم، روشی که خیلی استفاده میکنن و در اسکیل کردن رکورداشون استفاده نمیکنن از این 2 تا پارامترمون و این پارامتر رو میرن در اسکیل فاکتوری که حالا توی سب یا ایتب وارد میکنن و یا در اصلاح بازتاب ها ازش استفاده میکنن و اینجا یعنی که عملاً برای تحلیل های خطی و غیر خطی من در ویرایش 4 یکیه. اگه اسکیل فاکتورها رو یکی ببینید به این دلیله. برای بم 17 من در آوردم به طوری که از 1.10% از 1.3 برابر طیفمون بالاتر نشه که میشه 1.17 و برای منجیل 67 صدم و برای تبس 6 دهم. در 2 تا روش ویرایش 5 روش انطباق طیفی که من حالا روی کدش دارم کار میکنم که دقیقاً انطباق طیفی باشه، ولی ما حالا همین قسمت از رکوردمون هم که در نظر بگیریم، یعنی که ما این رو باید اینقدر بالا بیاریم، این طیف ما هستش اینقدر بالا بیاریم که این قسمت حداقل دیگه بین این 10% بالا و پایین بیفته و این نیاز داشت به اسکیل فاکتور 2.6 و حالا این قسمت هم حالا یه ضریب متفاوتی توی این کدی که دارم می‌نویسم بهش میخوره، ولی این دیگه ثابت میمونه توی هر 2 حالت و اسکیل فاکتور 2.6 به دست داد. در مقیاس دامن اسکیل فاکتوری که من به دست آوردم 1.77 بود و باز در برای میانگین 3 تا رکوردم. حالا این قسمت در مورد اصلاح
بازتاب ها که من بحث خطی رو ببندم، توی اصلاح بازتاب ها برای روش های خطی توی ویرایش قبلی ما یه سری ابهامات بود، یعنی دقیقا نیومدن به ما بگن که چه کار کنیم. و حالا خیلی ها میگفتن چون قرار این وی یو وی آی بحث استاتیکی ما هستش و اونجا ما ضریب رفتار داریم، از این ضریب رفتار مثلا استفاده کنیم، ضریب اهمیت رو ببینیم. و در پیوسته 2 یه جا آمده بود مبحث 4 ما گفته بود که شما برای تحلیل غیر خطیتون دیگه از این ضریب رفتار استفاده نکنید و این عملا نقض این رو میگرفتن. پس ما باید برای، یعنی دوستانی که کار نکرده بودن و اولین بار بود که ما در تحلیل های خطیمون پس باید ضریب رفتار رو ببینیم، چون خیلی آمد سوال میکردن که یا میدیدم دوستانی که در مقیاس برای تحلیل غیر خطی ضریب رفتار رو اعمال میکردن و این توی باز پیشرفته و ما تحسین کنیم پیشرفت‌ها رو هم ببینیم. و توی ویرایش 5 دقیقاً اینها اومده در اصلاح بازتاب، مقادیر بازتاب برای ویرایش 5 در تحلیل خطی این عنوان شده و ضریب اهمیت و ضریب رفتار آورده شده. در انتخاب شتاب نگاشت ها این حداقل 3 زوج شتاب نگاشت حالا توی AC7 هم اومده و حالا دکتر منیعی هم به خوبی کامنت گذاشتن، به درستی کامنت گذاشتن که تکلیف رو روشن کنیم، اینی که 3 تا باشه یا 7 تا باشه. یعنی 3 تا باشه ما پیکش رو بگیریم و 7 تا باشه میانگین رو بگیریم. توی ویرایش قبلی هم ما اینو داشتیم و همین توی ویرایش 5 ما تکرار شده. به هر حال میخوان دست برای طراحا رو باز بذارن و راحت ترین راه همینه که 3 تا رو انتخاب کنیم دیگه و این توی ویرایش 5 هم تکرار شده و اینجا دوباره 3 زوج شتاب نگاهش و 7 تا اومده. این مال ویرایش 4 و در ویرایش 5 ما هم اومده این عنوان شده. خب در تحلیل‌های غیر خطیمونم ما همینو داریم. در ویرایش 4 ما 3 تا بود و اینجا پیشرفته که ما به 11 تا رسیدیم و در ویرایش جدید ما دقیقاً کلمه 11 جفت شتاب نگاش همون چیزی که توی ASC7 هم اشاره شده اومده. و حالا دوستایی هم که این نوفر رو من خودم اولین بار که اینو دیدم واقعا نمیدونستم، منظور همون نویزهای محیطیه که گفته حذف بشه. حالا یه چیزی هم به من اضافه شد چون واقعا برخورد نکرده بودم به این کلمه و توی مقالات یا کتاب‌هایی که می‌خونم کلمه نویز بود. حالا اینم اینجا آوردم که برای دوستانی هم که مثل من نمیدونستن این رو بدونن. اینجا توی AC7 دقیقاً اشاره شده به همین 11 شتاب نگاش و اینجا 11 جفت عمود برهم و مؤلفه افقیشون اشاره شده و توی ویرایش 5 هم از همون گرفتن. روش مقیاس تحلیل غیر خطی من هم تو اشاره کردم، یکی هستش با روش آیین‌نامه مبحث 4 ما برای خطی و غیر خطی که حالا اونجا در موردش توضیحی دادم و اینو رد بشیم. در ویرایش 5 اومده 2 تا روش رو تکرار کرده، روش مقیاس دامنه و خدا را شکر اینجا دیگه اسمی از اس نیست و طیف راستای بیشینه است که خیلی از دوستان میدونن که بحث این طیف راستای بیشینه که وسط اومده
برای بدترین حالت رو ما در نظر بگیره برامون، یعنی اینکه اگر نزدیک گسله یا حتی دور از گسله که برای نزدیک گسل ها بیشترین خودشون نشون میده توی اون طیف راستای بیشینه که ما حساب میکنیم و رکورد هایی که پالس دارن توی این با دست رکورد هایی که من تست میکردم این نرم افزارم رو میدیدم که زوایایی غیر از 0.90 که خود شتاب نگاشت های ما هستن بیشتر در زلزله های نزدیک گسل خودشون نشون میده و به هر حال حالا چیزی که توی خیلی از آیین‌نامه ها دارن به این سمت میرن و این رو الزام کردن توی آیین‌نامه ها. اینجا به نظر من، حالا من اون اولین نرم افزاری که نوشتم اومدم 4 جهت فرعی در نظر گرفتم. این زاویه دلخواه رو به نظر من بیان بیشتر تاکید کنن روش که اگه حالا کامنتری میخوام داشته باشیم این کامنتری بیاد به ما بگه چه زاویه‌ای انتخاب کنیم یا پیشنهاد بده و میگم دیگه با 4 زاویه دلخواه با گام 30 درجه هم میشه به همین رسید، ولی توی از خیلی از رکوردها این رو واقعا راستای بیشی نشون نیستش. این که حالا اینجا من یه خط کشیدم این رو در موردش توضیح میدم و این که گفته که این حالا طیف رو که به دست آوردین حالا چطوری اومده فقط یه توضیح داده و بعد بیاین در اون محدوده سازگاری که برای شما به هر حال قرار گذاشته شده در هیچ زمانی از 90% طیف هدف پایین‌تر نباشه و اینکه اینجا اومده عنوان کرده گفته که شتاب نگاه‌ها رو میتونه با ضریب مقیاس یکسان یا متفاوت اصلاح کرد. یعنی حالا من توی اون نرم افزاری هم که دارم هم برای میانگینشون و هم برای تک تکشون این رو گذاشتم. روش انطباق طیفی هم که حالا تفاوتی که با حالت خطی داره دیگه اینجا گفته که از 1.1 برابر یا بزرگتر باشد، یعنی اینکه اگه بزرگتر هم باشه شما میتونید حالا روش انتخاب کنین که بیاد و کلا منطبق کنه بر اون طیف هدف، ولی توی خیلی از آیین‌نامه ها این روش انطباق طیفی رو برای روش غیر خطی به خاطر اینکه امکان داره محتوای فرکانسی رکورد ما شتاب نگاشت ما به هم بخوره توصیه نکردن و اکثرا همین روش مقیاس دامنه رو بهتر میدونن و خیلی در مورد کاربرد این روش برای تحلیل غیر خطی وسواس به خرج دادن و به هر حال این رو توصیه کردن که این روشی که انتخاب میکنید محتوای فرکانسی رو از بین نبره. و اینجا هم در AC7 اومده برای هم انطباق طیفی و هم مقیاس دامنه این ماکسیموم دایرکشن ذکر شده و اینجا اومده عنوان کرده که این رکورد شما حالا برای انطباق طیفی رو گفته که بهترین حالتی که میتونه به شما نتایج رو بده برای جوابهای میانه است. میانگین ها رو با این انطباق طیفی شما به دست بیاریم بهتره. به هر حال محتوای فرکانسی شاید تغییر کنه و روشی که استفاده میکنیم برای انطباق طیفی ما. اینجا هم خود AC7 باز اشاره کرده که ماکسیموم دایرکشن باید در نظر گرفته بشه نه SRSS که این رو ما بیایم حذف کنیم. ما اومدم با روش 4 که همونه که من قبلا توضیح دادم از این رد میشم دیگه
یه نرم افزار من نوشتم که طیف راستای بیشینه رو از 0 تا 180 درجه با گام 5 درجه، یعنی که ما شتاب نگاش رو بهش میدیم و این برنامه میاد طیف راستای بیشینه رو به روش نیومارک بتا برای این زلزله ها اینها رو طیف راستای پیشینشون رو محاسبه میکنه. یعنی که با اون 0 درجه که در نظر بگیریم برای 37 راستا این رو محاسبه میکنه و خود پوش طیف راستای پیشین و زاویه متناظر اون رو به ما میده که حالا ما بر اساس این روش هایی که انتخاب میکنیم اینها رو بیایم مقیاس کنیم. حالا من عکسایی از اون صفحه نرم افزارم گذاشتم، حالا دوستانی که دوست داشتن میتونن اینا رو ببینم. من فایلش هم قرار میدم توی همین جا و میتونن این رو ملاحظه کنن که 11 تا شتاب نگاه شما میتونیم به صورت زوج اینجا وارد کنیم، به صورتی که دکمه قرمز رو بزنیم تمامشون رو میاد طیف راستای بیشینشون رو محاسبه میکنه، یا باز یه امکانی گذاشتم براش که تک تک باشه. به هر حال من نمیخوام نرم افزارم رو اینجا معرفی کنم، ولی به هر حال دوستان بدونن که این نتایجی که من گرفتم به چه صورت. حالا من اجمالی از اینها رد میشم و حدود 10 دقیقه طول میکشه که این طیف های راستای بیشینه رو برای 11 رکورد، حالا بستگی به رکورد ها داره، رکورد های مثل چیچی داشته باشیم که 20,000 مؤلفه داشته باشه، به هر حال طول میکشه، بیشتری کم میشه. توی همون نرم افزار من یه کد نوشتم که طیف طرح استاندارد 2800 رو میاد تولید میکنه و اونجا طیف راستای بیشینه و این برم طیف هدف میاد تولید میشه و اینها رو میاره توی این شیت های مقیاس که من برای میانگین طیف های راستای بیشینه من اسکیل فاکتور 6 دهم رو به دست آوردم. برای تک تکشون برای بم 8 دهم، برای منجیل 1 و 2 دهم و برای تربس 7 دهم. برای انطباق طیفی که حالا این حداقلشو که بالای طیف یا منطبق باشه این بالای طیف قرار گرفته، من اسکیل فاکتور 62 صدم رو برای میانگین ها به دست آوردم و برای تک تک رکورد ها 1 و 4 دهم و 8 دهم. اینا رو اومدم توی جدول گذاشتم که توی این جدول میتونیم اینها رو ببینیم که در روش ویرایش 4 که ما این عددها رو داشتیم و میانگینشون حالا من حساب کردم 66 صدام شده، با در تحلیل‌های غیر خطی ما تقریبا میانگینشون یکیه. حالا در تک تک رکوردها به هر حال به محتوای فرکانسی و پریود غالب اون رکوردها به هر حال ربط داره که بالای اون طیف قرار بگیرن. یکم اسکیل فاکتورها بزرگه ولی میانگینشون در همون حد هستش، ولی به هر حال یه سری چیزها رو ما توی ویرایش 5 میبینیم که در ویرایش 4 ندیدیم و این اگه تعداد رکورد هامون بیشتر باشه، چون اینجا من 3 تا رو چیز کردم، این میتونه خیلی متفاوت تر باشه و هم میدونیم که زلزله ها یکی از شرایطی که برای تحلیل های غیر خطی همیشه عنوان میکنن و توصیه میکنن که زلزله هایی باشه که سازه شما رو دچار چالش کنه، به درد شما بخوره، با اون خاک انطباق داشته باشه، با اون چشمه لرزه‌زا انطباق داشته باشه و اون میتونه خیلی متفاوت تر بشه این عددهای ما. در تحلیل خطیمون هم حالا دکتر منی هم باز خوب اشاره کردم، به خاطر اون محدوده سازگاری و اون طیف رو که اونقدر ما بزرگ و کوچیک کنیم، این میانگین هامون خیلی بالاتر شدن و در انطباق طیفی
همونجور که دیدید به خاطر اینکه اون گرده پایین رو ما بتونیم بالا بکشیم اسکیل فاکتور خیلی بزرگتری نیاز داریم و این باعث میشه طراحهای ما سراغ تحلیل دینامیک خطی نرم و همونطور که باز دکتر منی خوب اشاره کردم باید اینجا یه سری اصلاحات در نظر گرفته بشه. محدودهای سازگاری اومدم اینجا ما کردم، حالا دوستان خودشون دیدم و میتونم بخونن، حالا یه سری توضیحات دادم اینجا به صورت مجموع آوردم که دوستان ببینن. و در این بحثی که برای ضریب مقیاس اومده گفته شده توی ASC7 اومده عنوان شده که ما بیایم بین 25 صدم تا 14 بگیریم ضریب مقیاسمون رو، ولی مثلا در آیین‌نامه ژاپن این رو به 2 محدود کرده و اینی که باز کلمه توصیه می شود به نظر من خیلی با صراحت عنوان بشه که چون اساتید بزرگوارا و خیلی دوستان میدونن وقتی که ضریب مقیاسمون خیلی بزرگ بشه مثلا محتوای فرکانسی ما در اون فرکانس های بالا و خیلی کوچیک بشه اینها رو دچار تغییر خیلی زیادی میکنه و جوابهای ما خیلی متفاوت میتونه باشه. به نظر من این توصیه میشود رو محدود کنن به همین 3 بگن که حد اکثر 3 باشه و اگه کسی میخواد بیشتر از این چیز باشه ادله براش بیاره، به هر حال یه تحلیل پشتش بیاره که من این رو از 3 بیشتر گرفتم و این کلمه توصیه میشود به نظر من حذف بشه. و برای زلزله‌های نزدیک گسل ما حالا اونجا دیدیم ما خیلی از شهرهامون نزدیک گسلن و این بحث نزدیک گسل توی 2800 ما بیشتر بهش اشاره بشه. حتی من به هر حال من حالا یه بحثایی رو می‌خواستم ولی اضافه کنم، اینی که ما فقط به طیف شتاب اکتفا نکنیم، طیف سرعت رو بیاریم، شدت آریاس رو بیاریم. الان توی ژاپن و فکر کنم توی نیوزیلند هم برای چشمه‌های لرزه‌ای که نزدیک گسل ساختموناشون ساخته میشن و جاهای پرخطر اینا رو در نظر میگیرن از شدت آریاس و شدت سرعت استفاده میکنن، یعنی مقیاس گذاری مکملیه برای مقیاس گذاری بر حسب PGA ما و این رو هم ما میتونیم بیاریم. ما فقط نگاهمون به ASC7 نباشه و این رو میتونیم اضافه کنیم. ما خیلی از شهرهامون نزدیک گسلن و این رو در نظر بگیریم و این روابط تجربی هم اینجا به نظر من برداشته بشه. اگه کامنتری هست دقیقا مشخص بشه. حالا دکتر منی لطف کردن یورو کد 8 رو اشاره کردن ولی در ASC7 22 ما هم اومده دقیقا کلمه پارس لایک و 30% 11 رکورد و حتی اینجا اشاره کرده 3 یا 4 رکورد. این در ASC7 اومده، در یورو کد اومده و این رو به صراحت عنوان کنم برای ما. این کلمات دو پهلو حذف بشه به نظر من خیلی بهتره. ببخشید من وقت دوستان رو گرفتم و اینجا از همه اساتید عذرخواهی میکنم که به هر حال گوش دادین به عرض بنده.